تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر. تبارک، کسی که خیر و برکتش زیاده. چه کسی خیر و برکتش زیاده و از همه طرف سرازیره؟ کی میتواند باشد غیر از الله رب العزت و الجلال؟ خیر و برکتش از همه طرف سرازیره. و ما بکن من نعمت فمن الله. هر نعمتی یک خیر و برکتی است. نعمت نمیتواند نقمت باشد مگر اینکه نیت انسان خدایی نباشد. نعمت رو تبدیل به نقمت میکند. اگر نه خاصیت نعمت اینه که برکت تولید کند، اینه که اطمینان تولید کند، اینه که آرامش تولید کند، اینه که سعادت تولید کند. هیچ نعمتی که خدا برای بندگانش حلال کرده نمیتواند مضر باشد مگر زمانی که نیت انسان خدایی نباشد و استفاده از نعمت درست در مسیر اهداف خدایی از اون نعمت نباشد. اونجا نعمت مضر می شود و مضر بودن نعمت و تبدیل نعمت از رحمت و شفقت و برکت به ضرر نیت خود انسانه و عمل خود انسانه. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. قحطی در بر و بحر آشکار شده، فریاد میزند، داد میزند، به اوج رسیده به خاطر کسب دست بندگان خدا، به خاطر اعمال ما، به خاطر دوری ما از الله، به خاطر پایمال کردن اهداف خدا در نعمتها. امشب چه شبیه؟ امشب شب وصاله. عاشق و معشوق به هم رسیدن. خیلی جالبه که رابطه عاشق و معشوقی که من و تو باشیم اللهه. یعنی الله من و تو رو به هم رسونده و خودش داره لذت میبره که دو نفر رو به هم رسوندن، به همدیگر رو بو میکنن، تبسم میزنن. تبسم که فی وجه اخیک صدقه. تو آغوش میگیرن و خودش داره تماشا میکنه، نظاره‌گره. امشب الله تبارک و تعالی شما را به رخ ملائکه‌اش میکشه، شما را به رخ فرشتگانش میکشد. اونها که شهوت ندارن. اگر این گل زیباست فرنگی نیست، چون خدا زیبا خلقش کرده. اگر فرشته پاک از گناه نمی کند انگیزه گناه ندارد. جورها و تقواها. هم سرشت پاکی و خوبی داریم و خیر داریم و هم سرشت ناپاکی و بدی. فقط این تلاش و جهد و جهاده که انسان میتواند پاکی را غالب کند و نفس اماره و لوامه را تبدیل به مطمئنه کند. هر انسانی میتواند اماره باشد. اما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. یکی از بزرگترین مردان اخلاق و تربیت میگوید، یوسف کامل، هی تلک قال معاذ الله. جمال کمال، کمال یوسف مانع شد که جمال یوسف به یوسف خیانت کند. این شخص میگوید و ما ابرئ نفسی، من نفسم تبرئه نمی کنم. نفس انسان اماره به سوست. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. با تلاش نفس لوامه و نفس اماره تبدیل به نفس مطمئنه می شود. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. هم تو از خدا راضی هستی، هم خدا از تو راضی هست. اوج سعادته که تو از الله راضی باشی، الله از تو راضی باشد.
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر داخل عباد خدا شدید داخل بهشت شدید. و ادخلنا فی رحمتک کاملتر از ادخلنا فی جنتک است. بهشت مخلوق خداست، اما رحمت خدا صفت ذاتی خداست. اگر داخل رحمت خدا شده دیگه بیرون نمیایید. از خدا بخواهیم که ما را داخل رحمت کند. از بهشت کامل تره. ادخلنا فی رحمتک. اگر الله یارن هیچ غم نین، اگر دشمن هزارن هیچ غم نین. و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت. از مرگ نسبت دارید؟ از مرگ میترسید؟ از مرگ بدتون میاد؟ با مرگ حیاتتون رو از دست میدهید؟ اینا تصورات منفی درباره مرگه. از مرگ فرار میکنید چون فکر میکنید خوشبختی از شما میگیرد. ولی الله چیزی دیگر میگوید درباره مرگ. میگه هر کسی میخواد حیات داشته باشد باید به طرف مرگ بره. محاله که حیات انسان حیات باشد و از زنده بودنش زندگی تولید کند مگر زمانی که در حیاتش به فکر مرگ باشد. به همین منظور موت و قبل از حیات آورده. زمانی حیات مال ماست در دنیا که به فکر مرگ باشیم. پس این مرگ خوش است، منفور نیست، بد نیست. الله میگه خوشه. الله میگه یاد مرگ ایمان و صیقل میدهد، ظلم رو کم میکند، تقوا را بالا میبرد، هدایت رو کامل میکند، عدالت رو به اوج میرساند، کوتاهی و تقصیر رو از بین میبرد. تذکروا دائما هادم اللذات او هاضم اللذات. اینی نهیتکم عن زیارت القبور الا و زوروها فانها تذکرکم الاخره. سال گذشته در کشور خودمون 26,000 نفر با تصادف مردن. شاید فرصت توبه هم براشون پیش نیامده. مرگ ناگهانی یکی از خطرناکترین مرگ هاست و یکی از علامات قیامته. مرگ ناگهانی و مفاجئ. فرصت توبه به انسان نمیدهد. اما اینم بگم که دعای خیر بفرمایید. دیروز یکی از دوستانی که عاشق دیدار شما بود با ماشینش از بندر بوشهر از روستای اخند نزدیک بندر اصلویه با تعدادی از دوستان عاشق که به دیدار معشوق می شتافتند در نرسیده به بم ماشین چپ می کنند و به لقاء الله می پیوندند. الان جاش اینجا خوبیه، تو سرخانه بم هست. انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه. یه کسی هجرت به خاطر رسیدن به دنیا بکند یا اینکه با زنی ازدواج کند ثواب هجرتش همونه. کسی که خاطر خدا هجرت بکند تو راه مرد، این از مردنش پشیمانه. من گفتم تا این عاشق رو بشناسید و شایستش این بود که جنازش بیارن اینجا، نماز جنازه این جمع 50-100 هزار نفری روش نماز بخورن، خواهر و برادر عاشقش. بعد تشییع میشد دوستان بوشهر. دو تا از دوستانش هم زخمی شدن اونجا رفتن. ولی من فکر نمی کنم که این عزیزمون از چنین مرگی دل خوره. تقدیر و سرنوشتش این بود که به طرف خدا حرکت بکنه، به جایی که گفتن ایمان افزایش پیدا میکنه.
فیوزات الهی میباره، به اونجا داره حرکت میکنه. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. لیبلوکم ایکم احسن عملا. من زیاد اطاله نمی کنم بعد از این، فقط رؤوس اقلام میگویم. لیبلوکم ایکم احسن عملا. در اسلام عمل مطرح نیست، در اسلام احسن العمل مطرحه. چیزی که الله از ما خواسته احسن العمله. احسن العمل چی ویژگی دارد؟ چند تا صفت دارد احسن العمل؟ میتونید بشمارید، حفظ کنید. من تکرار میکنم که بشمارید و حفظ کنید. خداوند دنیا رو و مرگ و زندگی در دنیا قرار داده که ما را آزمایش کند، ابتلا کند، امتحان کند با عمل، احسن العمل. چیزی که الله از ما طلبیده احسن العمله. احسن العمل چه صفتها و ویژگی هایی دارد تا ما به عمل دیگه نچسبیم، فکر میکنیم احسن العمل داریم انجام میدیم، به احسن العمل بچسبیم. جا داره من تشکر بکنم از دولت جمهوری اسلامی عزیزمان، واقعا جای تشکر داره. بعد از انقلاب یک انقلاب معنوی در جامعه اهل سنت هم به وجود آمده. واقعا انقلاب به وجود آمده. شیخ عزیزمون گفت قبل از من ما چنین جلساتی در سوریه نمیتوانیم داشته باشیم. یه چیزیه که واقعا براش جالب بوده، این جمع معنوی، این جلسه باشکوه. دولت هم باید از ما تشکر بکنه، چون بیشترین شعار دولت جمهوری اسلامی هم اهل سنت دارم پیاده میکنن. این شعاره. دولت ما میگه جمهوری اسلامی، ما میگیم اون شعار تو رو ما عملی میکنیم. ما داریم شعار نظام جمهوری اسلامی رو عملی میکنیم. و چه زیباست که مهمانایی ارزشمند از بیرون داریم که این خبرهای خوش رو ببرن به برادرانشون که دولت جمهوری اسلامی اجازه دارد، میدهد، حمایت میکند که چنین برنامه‌های باشکوه اسلامی برگزار بشود. یک خبر خیلی خوش. جناب فلان اطلاع رسیده که جنازه مذکور دارن به زاهدان میآورن. الارواح جنود مجنده. ارتباط بین ارواح تا اینجا تشییع شود حقش بود، واقعا حقش بود. اگر حاجی در مکه فوت کرد باید تو مسجد الحرام نماز روش بخوانه. این نشانه اینه که مخلص بوده. حداقل 10,000 تا عالم و طالب علم و حافظ قرآن و دوستدار علم، حالا دوستداران بمانن، تو این جمع حداقل 10,000 عالم و داعی و متفکر اسلامی و حفاظ قرآن و شخصیت‌های بزرگ وجود دارن. یک انسانی از روستای بوشهر سعادت پیدا میکنه که بعضی آدم موقع میمیره کسی نیست، تو بلندگو صدا میزنن مردم بیاید که کسی فوت کرده. مردم رفتن صبح زود بازار، کسی بعد نمی‌کرده. احسن العمل 7 صفت دارد. عمل انسان احسن العمل نمی شود مگر این که 7 صفت داشته باشد. اخلاص. خدا نگاهی به غیر احسن العمل نمی کند، حتما باید احسن العمل باشد تا خدا بهش نگاه بکند.
تا الله بهش نظر بکنه، وگرنه نگاه نمی کند. اولین صفت احسن العمل اخلاص. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص برای چیه؟ برای ربانی ساختن عمل، از نمایش و همایش و ریا و خودبینی و خودخواهی و تکبر در آوردن و صفت تواضع و ربانی به عمل دادن. و تا عمل ربانی نباشد برکت تولید نمی شود. یک شبی از شبها از مراسم بر می گشتم به بندر عباس، دوباره پشت یک تریلی دیدم 2 جمله زیبا. تو این 16 سالی که من از بیرون برگشتم تو ایران دارم میچرخم، 2 جمله زیبا ساعت 1 نصف شب پشت همین ماشین های بزرگ دیدم. یکی از شبها بر میگشتم نوشته بود رو همین شلگیر ماشین: دوست بدار شاید فردایی نباشد. یکی از شبها بر میگشتم نوشته بود که ای کاش چهره ها دلها بودن. ای کاش چهره ها دلها بودن، یا ببخشید ای کاش دلها چهره ها بودن. این صحیحشه. کاش که دلها هم مثل چهره ها میتونستیم ببینیم که چطوریه. به اون سلام میکنه، لبخند میزنه، تو دلش خدا میدونه چیه. اخلاص یعنی چهره و دل رو یک نواخت کردن و انسان رو از نفاق و ریا دور کردن و ذم و مدح رو یک نواخت کردن. چه تعریفش بکنن مغرور نمیشه، چه تنقیصش بکنن و تحقیرش بکنن بازم همونه. اولین صفت احسن العمل اخلاصه. دومین صفت احسن العمل علمه. اعمال ما باید اخلاص داشته باشه و اعمال ما باید علم داشته باشه. علم برای چه چیز عمل لازمه؟ برای عالمانه کردن عمل. اگر علم نباشد عمل ما جاهلانه است و جهل در عمل تاریکی تولید میکند. این همه بدعتی که به وجود آمده نمیتونیم جمعش بکنیم. الان از هر طرف نگاه بکنید بدعت وارد شده. ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل شده، نیاز به بدعت نداره، سلیقه شخصی لازم نیست. زمانی که ما اعمالمان را عالمانه بکنیم از بدعت و جهل نجات پیدا کردیم. چیزهای ساختگی از پیش خودمان دیگه درست نمی کنیم، به دین بچسبانیم. امام مالک رحمت الله علیه میفرمایند حدیث در مدینه یک وجبه، همین حدیث میره تا خراسان برمیگرده 1 متر میشه. هر کسی یه چیزی بهش میچسبونه. از خودمون درست نکنیم، بر بگردیم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم.